امروز این مقایسه عجیب داریم بین 10 تا پنیر سفید معروف بازار: پاک، میماس، کاله، رامک، سبا، هراس، پگاه، چوپان، روزانه و کیوی. پنیر سفید میشه گفت رایج‌ترین پنیریه که تو خونه اکثر ایرانی‌ها هست و انتخاب مناسبیه برای صبحانه و عموما قیمت پایین‌تری نسبت به بقیه پنیرها داره. و اما مقایسه، اول از همه بسته‌بندی. این دو تا پنیر کلا بسته‌بندیش با بقیه پنیرها فرق داره. روزانه بسته‌بندی خوشگلی داره، اما موقعی که میخواد پنیر رو از توش در بیاری تیکه تیکه میشه. پس فعلا میذاریمش کنار. اما کیوی از نظر بسته‌بندی و ظاهر و رنگ خیلی زیباست، اما چون کلا با بقیه پنیرها متفاوته، عادلانه نیستش که بخوام تو این مرحله نگهش دارم. پس فعلا اینم میذارم کنار. اما انتخاب من تو این مرحله کاله است، چون ظرفش نسبت به بقیه محکم‌تره و لیبلش هم مدرنه. اما تو این مرحله یه برنده افتخاری هم داریم. پنیری نیست جز پگاه، چون خیلی حس اینو میده که از بچگی با این پنیر بزرگ شدیم و هنوز هم این طراحی انتخاب مامان بابا هاست. مرحله دوم قیمت هر گرم رو محاسبه کردم که خوش قیمت ترینشون پگاه، سبا، هرازه که 44,400 هست. برنده این مرحله مشترکن هر سه تا محصول. اما مهمترین قسمت مزه. انتخاب یه دونه محصول توی مرحله سخته. به این سه محصول رسیدم: کیوی، روزانه و چوپان. با اختلاف از بقیه‌اش خوشمزه تره. بافتاشون نرم و متعادله. توی روزانه و چوپان، توی کیوی یه مقدار سفت‌تره ولی از طعم خوبه هیچ کدوم از اینا کم نمیشه. این سه تا برنده مرحله آخر من هست. اما برنده نهایی این رقابت هر دوی این محصولات هستن، چون واقعا طعمشون بی‌نظیره. من پرستو هستم و این راهنمای یک خرید بهتر.